رانندگی همین 10-15 دقیقه است. برای همین برادرای عزیز داخل دراین، همون امارت نیم تیاری که هست در همون جا رفته نمازاتون نخوانید. هر جا پراکنده میخوانید نمازتون نماز نمیشود. خب مرحمت از اون بین. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين. داملای محترم، در بعض مسجدها شخصان امامتی میکنند که سوره ها را بسیار غلط میخوانند. در پس آنها نماز خواندن جایز است یا نه؟ برای کسی که اگر غلطی امام میتونه گرفته و قرائت او نظر به قرائت امام بهتر است، نماز اون کس درست نمیشود. لیکن کسانی که غلط امام گرفته نمیتوانند، از امام دیده اونها بی سوادترند، این حالت در نماز همه اونها از پس این امام درست می شود. امام کسی می شود که باید قرآن خواند، قرآن درست خواند. همین محراب هم امامتی هم همون ملا و همون پیشوای را می زیبد که علم داشته باشد. شرط نیست که ویا باباش ایشان بود و باباش شیخ بود و آتش ملا بود گفته ویا پیش آورده در محراب گذاشتن در کار. محراب گفتن، محراب جای حربی با شیطان است. اینجا ارزنده کسی هست که باید که حقیقت اسلام میگد و کسی هست که در اسلام خدمتگار است و کسی هست که علم دارد. صاحب مختصر میگوید و الاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا ثم الاسن. صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که کی امام شده میتواند، کی نماز مردم خوانده میتواند؟ کسی که عالم باشد، فرض، واجب، سنت، مکروه، مستحب و مباح و دیگر مسئله را در داخل نماز جدا کرده بتواند. بعد از آن قرائت داشته باشد، قرائت از مثل تجوید باشد، قرائت از روی دفتر و از روی مثال یگان از پیش خود اذیت کردگی نباشد، از پیش یک عالم گذراندگی باشد. بعد از آن باز پرهیزکار باشد. اینا می توانند که امامتی کنند. محترم داملای مهربان، الها سخنان شما را برا شود، الها هرگز خار نشوید.
و از خدای خود طلب میکنم. یک شخص قبل از اذان پیشین سنت پیشین را در خانه خواند، به مسجد آمد تا نماز فرض برپا شدن چند رکعت نافله خواند. آیا درست است یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. یعنی برای خواندن سنت اولا اذان شرط نیست. الاذان سنت للفرائض فقط فی وقتها. اذان چگونه ای که در باب اذان کتاب مختصر میگوید فقط برای نماز فرض است بس. فقط برای نماز فرض اذان داده می شود. اگر شما مبادا که سنت بامداد در خانه وقتی که صبح میدمد میخوانید، اگرچه مؤذن اذان هم که نگفته باشد نماز شما درست می شود. اذان برای نمازهای سنت نیست. یا شما می توانید که در خانه 10 تا کم یک 5 تا کم یک پیش از اذان مؤذن نماز پیشین سنت چه خوانید. یعنی اذان فقط برای نماز فرض است بس. برای همین کسی که در خانه میخواند باز آمده به مسجد میخواهد که یگان تحیه مسجد خواند یا نافله خواند یا قضایی خواند، جایز است برای او تا نماز، یعنی تا برپا شدن فرض میتواند که این نمازها را و ذکرها را انجام دهد. یگان خلل و زلل پیدا نمی شود. السلام علیکم دامنای عزیز، درباره سنت های مسافرتی آیا خوانده می شود یا نه؟ یعنی سنت هایی که در سفر. امروز من به شما خبر دهم که قول اصح همین است که امروز 96 کیلومتر الکی آدم مسافر میگرداند. اگرچه فتوای محمودی امروز حتی به 78 کیلومتر هم اجازت داده است، به 87 کیلومتر هم اجازت داده است، لیکن از روی حدیث هایی که پیغمبر جدا کردن امروز 96 کیلومتر اگر شما از خانه بیرون شدین شما مسافر هستید. شما نمازهاتون همون فرضها را 4 رکعت ها را 2 رکعت خواندن میگیرین. نمیگین قصر، بلکه هم میگین نیت کردم 2 رکعت نماز پیشین یا 2 رکعت نماز عصر. شرط نیست که 2 رکعت فرض قصر پیشین. این قصر در داخل این نیت جا کردن لازم نیست. خب و سنت های مسافرتی چگونه است؟ سنت های مسافرتی را اگر چند عزیزان ما و شما فقهای ما و شما گفتند، اگر گفته است یعنی شرایطش خوب باشد، هیچ ضرورت نداشته باشد، هیچ مشکلات بالاش نباشد، بهتر است که سنت ها را خواند. لیکن اگر مبادایی که در راه سراسیمه هستند یا مثال مردم زیاد او را انتظار هستند، این حالت ها سنت ها را ترک کنند و فرض هاش خوانند و بس. این فتوای درالمختار صحیفه 585 در این موضوع هم گپ زدگی هست. میتونن به همین فتوا مراجعت کنن. یعنی حالت ضرورت باشد، حالت باران است، حالت خنکی است، حالتی است که شما در اتوبوس نشستگی هستین، خب این حالت های در سمالیات سوار هستین، در پاییز سوار هستین، این حالت ها در میتونین شما همون فرض هاش انجام دین. 3 رکعت فرض شام مثل خودش میستد، 3 رکعت وتر واجب مثل خودش میستد، فقط سنت هاش در این حالت شما ترک میکنین. لیکن اگر حالت های خوب باشد، خانه داشته باشین، این حالت ها در سنت ها را خوانیم، بهتر است، عبادت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس به این سوال من جواب دهید. 2 جوان پسر و دختر می تواند که به رازگی پدر و مادر نکاح کنند. امروز در همین شرایط ما نمی توانند. امروز بهتر و خوبتر همین است که کدام پسر و کدام دختری که به شوهر می براید یا زن می گیرد باید که رخصت پدر و مادر باشد. این رخصت پدر و مادر وقتی که رضاگی خداوند رضاگی پدر و مادر باشد، پس آیا برای دختر برای فرزند رضاگی پدر و مادر لازم نیست؟ آیا وای بیچاره 17 سال 18 سال این فرزند را تربیت میکند با امیدی که مثال فرزندی خودش نکاح کند، فرزندی خودش مثال خانه‌دار کند، از اونها مثال خدمت چه از فرزندای او چه از فرزندش بیند، این چه است که مثال پدر و مادر درک ندارد و نکاح میکند زندگی میکند. از این خاطر بهترین صورتش این است که با رضاگی پدر و مادر باشد، به رضاگی پدر و مادر نکاح نکنید، زیرا که اون بخت هم نمی شود و حیات هم نمی شود.
اگر چند فقیه های ما و شما میگویند که بریزاگی پدر و مادر جایز است کردن، لیکن اگر پدر وقتی که آمد داماد دید که معقول نشد، حق دارد که نکاح اونها را بیکار کند. السلام علیکم داملای عزیز. من یکی از جوانهای کمبغل از شما خواهش برادری دارم که از گناههای خود پشیمانم و به نام پاکش قسم دعا کنید که گناه مرا خدا یکتا ببخشد و هیچگاه دیگر گناه نمی کنم. التماس داملای عزیز، پشیمانم. یعنی کدام برادری بوده است که گناه ها کردگی بوده است، امروز پشیمان شده است و در صف مسلمان ها در آمدن نماز میخواند و گفته است در حق من دعا کنید و خدا قسم دیگر گناه نمی کنم. این قسم اولا خوردن لازم نیست، زیرا ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو. البته بی گناه نمی شود، آدم گناه می کند و چنان خدای داریم که البته بعضی گناهایی که از ما و شما سهوا می شود، نافهمیده می شود، آنها را خدای ما و شما می بخشد. از این خاطر میلش امروز که پشیمان شدی، الکی همین پشیمانی تو خودش توبه است. بسیار نیک کردی، بسیار خوب آمدی. دعا کنیم که خدای مهربان گناههای این بنده تا خدای مهربان مغفرت بگردان و خدایا مسلمان حقیقیش بگردان و در اسلام خدمت کردن خدا بر این بنده خود موفق بگردان. آمین یا رب العالمین. بسیاری آدمالی توبه کنی و پشیمانی را نزد حضرت امیر جان در میروان میکنند، حالا که توبه را نزد خدا کنین، فقط از خدا توبه کنین، پیش حضرت امیر جان رفته توبه نکنین، این در گناهگار میشوین. شما الکی این معنای را دارد که از خدا ده هم حضرت امیر جان شما بزرگ میشمارین، نزد خداوند توبه کنین. السلام علیکم بابای حاجی، خدا شما را نگهبان باشد. الها هرگز درد سرتان را نبینیم. با احترام یک مخلص شما. از زن حرام پسرها به دنیا می آید و آنها می خوانند و ملا می شوند. آنها خودشان نمی دانند، لکن پیش در آمدن نماز جمعه را خواندن آیا اسلام برای اینها رخصت می دهد؟ البته رخصت می دهد. ما گفتیم که این فرزندی که از زنا تولد می شود و هیچ گناه ندارد، این خداوند در روز قیامت هم معاقبش نمی کند، عذابش نمی کند که تو از حرام تولد شدی، بلکه حرامی و بدبخت همون پدر و همون زن و همون مردی که این فرزند به دنیا آوردن، اونها بدبخت هستند، اونها در نزد خدا گناهگار هستند. این فرزند هیچ گناهی ندارد. این فرزند حقوق دارد که چی نماز جمعه باشد، چی نماز عید باشد، البته پیشوا شود، باکی ندارد اگر علم داشته باشد. مرد مرد در وقت ترکش برای خیر خدایش حق جدا کردن را شریعت اجازت می دهد. آیا برادر را یا پسرش را باید خیر احسان کند؟ یعنی هیچ وقت از مال انسانی که از دنیا میگذرد برای خیر احسان او مال جدا کرده نمی شود، بلکه آن مالی که از همان پدر و مادر ما و شما میماند، اون فقط باید که وارثای او میراث میبرند. اگر پدر از دنیا گذرد، زن او، فرزندهای او مال او را میراث میبرند، دیگر یک قسمت مال او را برای خیر خداییش گفته جدا نمیکنند. این گناه در شریعت حکم آمدگی نیست. یکی اگر فرزندهای او از پیش خود برای همون خرسندی ارواح پدرشون اگر خیر احسان کنند، این در اسلام اجازت میدهد، اگر شرایط داشته باشند، اگر دستشان برسد. لیکن مخصوص از مال پدر، مثال اگر $500 از پدرش مانده باشد، $200 را جدا کنند که این برای پنجشنبگی ها و این برای چهلم و هفتمش و این $300 دیگرش برای زن و کودکاش تقسیم کنند، این نادرست است. همون $500 که مانده است همه را بین وارثاش تقسیم میکنند. خیر احسان چیزی که همون خودش به دستش کرده است، جزای همون در روز قیامت میبیند. این خیر احسانایی که امروز ما میکنیم، هیچ پدر و مادر به امید نشود که خالی از ریا و خالی از زقیدن نیست. هیچ پدر و مادر بیچاره با امید نشوند. کدامی که میخواهد
در قیامت سربلند شود، قبر او آرام باشد، در همین دنیا به دست خودت بکن. زیرا امروز چنان گرانی آمده است، چنان مشکلاتی آمده است که باور کنین دیگر ناعلاج خیر احسان میکنی، برای خدا نمیکنی، فقط برای مردم میکنی. برای همین این هیچ ثواب به پدر و مادر نمیرسد، به هیچ اولاد نمیرسد. خوش به حال هم پدر و مادر که با دست خودشان چه عبادتی میکنن، چه خیر احسانی میکنن، انا اون فایده میکنن. امروز من میبینم بیچاره بسیاری جوان ها میان شکایت میکنن که پیش همین پنجشنبگی را بگیرین، پیش هفتم بگیرین، زور ما نمیرسد. لیکن چند درنده دیگر تیاری دارد که مثال باید که ما در همون خانه هجوم میکنن، 10 کس و 15 کس نوابسته وای از کجا میابد بیچاره، چیکار کنه وای سرسان و سرگردان به ملکای روسیه در زیر همون تحقیر کافرها شب روز بیچاره بیمار شدگی آمده شکم درنده ها را سیر میکنه. بسیار گناه است. باور کنین پدرها این سخت نیست. باور که من از مهربانی به همه شما مراجعت میکنم که همین خانه ای که ندارد باید که همه کسا محاکمه که مجبور که نمانینش کردن. اگر چوانی میخواهد، اگر چنده که نمیخواهد، لیکن از برای شما میخواهد که باید طعنه نکنن که فردا مثال خیر احسان نکرد. لیکن میبینین همون شرایط ندارد، همون با همراهی وکیل و با همراهی همون ملایی که در محله است مجبور کرد که بچم نکنم این کاره. ثوابت میفارد، میلش این قوتت به همین یک سوزمه است، گفتی چیزا یگان قلمه است، یگان دانه دیگر در همون یگان همسایه برای دلت خرسند شدن تقسیم کن. بس شر نیست این معرکه کلان آراسته کردن. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. یک برادرمان پیش از همین جمعه آمدن گفت که همون چیزی که در خدشه ها می نویسیم همش خواند داملا. یعنی در اونجا بعضی تعریفات هایی که میکنن من گفتم نمیخوانم، اون کس باشد داملا که مردم که دوست میدارن، مردم احترام میکنن، امرا خوان. گفته همون از ما التماس کردن، از این خاطر بعضی همون جمله هایی که درازی بد هستند، راستی بار وقت گیر هستند، من برای وقت میگیرد برای اون نمیخوانم. من 40 ساله عمر دارم و اولاد و اجدادمان بسیار است. از کلاب تا دوشنبه همه امان تو را دوست می‌داریم و احترام کرده کسیته ها را گوش میکنیم. دعای خیر به شما میدهم. یک سوال دارم داملای عزیز. در حیات غمدار هستم، بسیار غمدار هستم از حساب فرزندهایم. آیا درست است که من از خدا طلب کنم که تیزتر جانم را گیرد؟ از دنیا مانده شدم. با احترام مخلصی شما. یعنی بسیار از در اصل امروز غم و دقت انمی مشکلات هایی که بالای ما و شما آمده است، باور که آدم وادار میکند که از همین دنیا بیزار می شود. وقتی آدم قرضدار می شود، وقتی آدم بیچاره بی وطن می شود، در بدر می شود، بعدا مجبور می شود که پروردگار آخی همین حیات برای من چی در کار است؟ خدایا از این گونه حیات برای من مردن خیلی بهتر است. گفته هر یک انسان از حساب ان همین معرکه های بیجای ما و شما، از همین آزارهای زیاد، عاقبت چی می شوند؟ دلمانده دنیا می شوند. اگر چند این برادر شکایت دارد که از فرزندهایم که فرزندهاش از دنیا می گذشته است و هرچی تلاش دارد صاحب فرزند نمی شود. فرزندای بوایش هم از دنیا گذشتند، بسیار غمدار بوده است. لیکن من چی میگویم؟ تمنای مرگ پیغمبر خدا میگوید که راوی این حدیث هم ابو هریره است و لفظ بخاری هم است، حدیث متفق علیه هم است که رسول اکرم میگوید لا یتمنى احدکم الموت. هیچ بنده خدا حقوق ندارد در دنیا که آرزو کند که خدایا جان مرا بگیر. تمنا و آرزوی مرگ هیچ کدام ما و شما نداریم. خداوند این حقوق به ما و شما نداده است که شما از آن جهت که غمدار هستین، بیمار هستین، در بدر هستین، بازم این از خدا باز طلب کن که خدایا جان مرا بگیر. این در شما حقوق ندارین. زیرا پیغمبر خدا در دوام این حدیث چی میگوید؟ اما محسنا فلعله یزداد.
اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر نیکوکار باشید شاید که نیکی های شما باز به مردم برسد. شما آرزوی مرگ نکنید. میگد اگر ممکن که شما را خدا فعل خوب داده است، از فعل خوب شما چندین آدم دیگر بهره‌ور شود. شما نیکوکار باشین، از نیکی های شما چند آدم دیگر باز استفاده برد. اما مسیئا، اگر شما بدکار باشین شاید اینکه به سوی خدا توبه کنید. یعنی هیچ وقت مرگ شما طلب نکنید. عزیزان خدا در شعرها میگویند که هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا، هر غم، هر مشقت، هر بیماری که خداوند از آسمان و میپرتاید، عزیزان ما و شما میگویند که اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. اول وی در خانه میزند که وی خانه نمازخوان هستند، با حیا هستند، خانه هست که شب خیز هستند، خانه هست که دائم به عبادت هستند، خانه هست که دائم در عبادت مشغول هستند. انا بلا اولین بار در انمی خیل خانه ها مهمان می شود. از این خاطر من چی میگویم؟ من میگویم که این برادری که در این غم و دقت گرفتار است، تو هم یکی از بنده های نیکبخت خدا بوده ای. انشاءالله این غم و دقت تو همه دور می شود. این دنیا اونقدر دنیای نیست. انشاءالله در پیش شادی های زیاد داری. در قیامت انشاءالله گردن تو بلند می شود. این فرزندایی که از تو میگذرن همه اینها شفاعت کننده تو در روز قیامت می شوند. خدا رحمت کند. امام عبدالله ابن عباس در کتابا حکایه میکنند که چند وقت بیچاره خانش نآمده بود. مثل همین فرزندای ما و شما که سرسان و سرگردان بیچاره ها، زنها و کودک ها را پرتافته و برای پنجشنبگی آتش و برای هفته آتش دیگر نه روسیه مانده است نه دولت های خارجه مانده است، در بدر شدن. عبدالله ابن عباس هم چند مدت بیچاره از خانه دور شده است. فرزندهاش یاد کرد، بار میگوید بعد به خانه آمد. بالا یک اسب میگد سوار بود عبدالله ابن عباس. از یک جویبار میگد اسبش گذشت کرد. از اون جانب یک مرد از همون همسایه‌داری هاشان پیش راه عبدالله را گرفت. گفت عبدالله گفت با تو گفت یک خبری ناخوش میدهم. حضرت عبدالله غمگین شدن، گفتن من چند مدت نبودم، این چی خبر باشد؟ گفت همان فرزند دوستداری که تو داشتی از دنیا گذشت. عبدالله که چند مدت فرزند ندیده بود. فرزند این میوه دل است. فرزند بی نهایت شیرین است. حضرت در حال از پایان شدن میگد و جای نماز پرتافتن، 2 رکعت نماز خواندن. این مرد بازگشته گفت عبدالله گفت من به تو خبری مرگ فرزند میدهم و در کار تو حیرت ماندم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. گوی بنده خدا گفت در اصل گفت این خبری تو گفت جگری مرا ریش کرد، این خبری تو مرا بسیار گفت ناراحت کرد، لیکن تو بیخبر هستی که خدا در قرآن گفته است ای کسانی که ایمان بر خدا دارید، هر وقتایی که طلب کمک میکنید، طلب یاردم از خدا میکنید، با نماز و با صبر کنید. نماز خوانید، صبر کنید، این حالت از خدای خود کمک طلب کنید. ان الله مع الصابرین، این حالت خدا همراه صابران است. از این خاطر این برادری که فرزند خود از دست میدهد، غم دارد، دقت دارد، برادر عزیز باز من به تو خبر میدم که عزیزان میگوید در این عالم دلی بیغم نباشد، در این عالم دلی بیغم نباشد، اگر باشد دلی آدم نباشد. در عالم دلی بیغم نیست برادرای عزیز. اگر دلی بیغم هم که باشد، شاعر میگوید دلی آدم نیست وای. اگر دلی آدم باشد وای البته غم دارد.
خدا رحمت کند صاحب تذکرة الاولیا را از ابن عطا حکایه میزند. دوستان خدا را بینیم. میگوید 10 فرزند داشت ابن عطا، 10 فرزند، و هر جا که سیاحت می برآمد همراه همین فرزنداش می برآمد. بار میگوید در بیابان با همراه این 10 فرزند 10 جگرگوشه خود به سفر برآمد. و ناگاه میگوید از پیش یک گروه رازنها اطراف ابن عطا را همراه این 10 فرزند احاطه کردند و مال ابن عطا را تله و تاراج کردند و برای آنه که هیچ شاهد نماند یک نفر در پیش پدر قتل میکردند. چه یک منظره مشکلی هست. شما تصور کنید که وقتی به خانه شما یک ظالم، یک دزد می درآید، مال و ملک شما را میگیرد و در نزد شما تمام فرزندهای شما را نابود میکند، چه مشکلات بالای شما می آید. ابن عطا میگوید با چشمهای خود نگاه میکرد، فرزند کلانیش قتل کردند. ابن عطا به آسمان نگاه میکرد و میخندید. دوم فرزند قتل کردند. حضرت لبخندش تماما گم نمیشد، خنده در لبهاش پیدا شد. سوم فرزند قتل شد. آمد به 9م فرزند رسید. 9م فرزند در پیش ابن عطا به قتل رسانیدند. و این فرزند که خردترین فرزند بود و دوست داشته ترین فرزند ابن عطا بود، گشت گفت ای پدر، گفت بی رحم پدر بوده ای. 9 فرزند تو را در پیش تو قتل کردند. تو را باشد در لبهای تو خنده است، خنده تو اصلا از چهره تو کنده نمی شود. تو به سوی آسمان نگاه میکنی و میخندی. آیا خرسند شدی؟ ابن عطا چی گفتند؟ برابر شنیدن این فرزند آخر ابن عطا را میگه گریه فرا گرفت. حضرت میگه گریه کردند و گفتند که قسم به خدا، گفتند ای فرزند، ای جگرگوشه، گفتند در هر یک قتل شما گفتند چنان بی‌ضابطه می شدم، چنان ناراحت می شدم، لیکن چیکار کنم که آن ذاتی که تقدیر به این احوال کشیده باشد، چیکار کنم که این روز را که خدا بر بالای شما خواسته باشد با اون ذات جنجال کرده می شود. قسم به خدا گفتند 70 بار ای فرزند عزیز، گفت من به سوی خدا دعا کردم که خدایا فرزند مرا اقلا یک تش را نجات بده. از نزد خدا الهام می آمد که ابن عطا اگر لبخندی تو از لب تو گم می شود و اگر تو ناآرام و داد و فریاد زنی، قسم به جلال و عظمتم که از دیوان عزیزانم خط می زنم نامتر. دوستان خدا در اینها صبر کردند. ما بلا را به کس عطا نکنیم، ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزینه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. خدا میگوید ای بندگان خدا، شما در غم، شما در دادن فرزند، در بیماری شما داد نزنین، فریاد نزنین، زیرا هر بیماری و هر مشقتی که می آید همه این به اذن من می آید، به اجازت من می آید. من تو را دوست می دارم ای بنده خدا، من تو را دوست می دارم. این بلاها را بالای تو می آرم تا که تو صبر کنی، تا که در این صبر من برای تو مکافات نصیب کنم، من برای تو اجری بیگران نصیب بگردانم. این است مقصد خداوند ما و شما. از این خاطر برادر عزیز هیچ وقت راه افتاده نشو. همه اینها را همچنان بدان که پروردگار تو را نظارت دارد و تو را امتحان میکند. اگر سوره بقره را تماشا کنیم، خدا در قرآن چی میگوید؟ ولا نبلونکم بشیء من الخوف، من الخوف، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. والثمرات، مقصد ما همین والثمرات است.
خدا میگوید ای بندگان خدا من شما را با 5 چیز امتحان میکنم. با چی؟ یکم که امام شافعی را من تفسیرش تماشا کردم در همین آیت بسیار پسندم آمد، بسیار خوب تفسیر کردن. خدا میگوید من به خوف شما را، المراد من الخوف، امام شافعی میگوید الخوف من الله است. همین مراده که خدا میگوید من به خوف شما را امتحان میکنم، انمون خوف خداست. بالای شما هر گونه معرکه و منظره میارم، نظر میکنم که آیا از خدا میترسین یا نه. خب من الخوف والجوع، بالای شما رمضان میارم، ماهی رمضان میارم، آیا روزه را میگیرین یا نه. و نقص من الاموال، بالای شما در زکات فرض کردم، آیا زکات میدین یا نه. و الانفوس، بیماری بالای شما میارم، آیا در بیماری صبر میکنین یا نه. و الثمرات، امام شافعی میگوید ثمرات، اگرچنده که عرب ها ثمرات میوه را میگن، امام شافعی میگوید که انا همین ثمرات خدا انا همینجا فرزند در نظر دارد که من از شما قبض روح فرزند میکنم، آیا در فرزند گرفتن شما صبر میکنین یا نه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله باوری دارم که هر برادری که این صحبت میشنود سخن خدا و پیغمبر، از اینها باید عبرت گیریم، غمگین نشویم، باید که به اینها صبر کننده باشیم و این بلاها را برای خود یک گنجینه شماریم، یک خیلی اشیای قیمت برای خود حساب کنیم که خیلی ثوابهای زیادی دارد. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که خداوند در او اجر داده است، در او ثواب داده است، این شنیدن امر معروف و نهی منکر است. خدای مهربان این ثواب امر معروف و نهی منکر را در نامه اعمال این گوش کننده ها کتابت بفرمایی. خدای مهربان این مردم ما را حقیقتا مسلمان کامل بگردانی و خدمتگار در راه اسلام بگردانیشان. و خدای تا دم آخر بهترین نعمت که ایمان است، اسلام است، ما را از ایمان و اسلام دور نگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا بابای حاجی داستی از همین دامنکوه که نام خودش سید حامد گذاشته است، خوش به حالش، همین داستی و تاور، تیشه و سنگ، قلوخ، همینا را گم کن در کار دیگر. نام ها را، نام های اسلامی مانیم برادرای عزیز، نام های مانیم که در همین نام ها یعنی یک معنی داشته باشند. الحمدلله ما مسلمان هستیم. این برادرمان بابای حاجی که سید حامد نام دارن الحال، بابای حاجی السلام علیکم، به این سوال من جواب گردانید. در وقت سفر دعا میدهند، میگویند که خیریت سفر حضرت خوجه خیز رهبر گفتن درست است، برادر عزیز نگفتنش بهتر است و این ترک سازیم. همه وقت رهبر ما حبیب خدا در مسافرتی دعای سفر این میگفتن که انت صاحب فی السفر. بین حبیب خدا اشاره به سوی خدا میکردن انت صاحب فی السفر. خدایا سفر مشقت زیاد دارد، سفر پستا بلندی زیاد دارد، مصیبت های زیاد میارد، لیکن خدایا در این سفر فقط صاحب تو را میگیرم، الله صاحب است. از این خاطر در دعاهامان هیچ کس ما داخل نگردانیم، فقط الله سفر ما را بخیر گردان، الله سفر ما را با برار گردان. خدا رحمت کند حضرت خوجه خضر. در اطراف خوجه خضر خیلی حالی من جمعه آینده یک برادر بسیار طلب کردن که همین خضر کیست، نامش چیست، آیا همین حقیقت دارد یا ندارد؟ حقیقت دارد. اگر جمعه آینده شود، من نام اساسیش اینا بلیا بود، بلیا. این قصه دارد در سوره کهف با حضرت موسی یک معامله دارد. برای همین من اگر وقتا شود جمعه آینده درباره خضر خود از کلمه یعنی سبز گرفتگی است. این کلمه کلمه عربی است. در بعضی روایت میگوید هر جای نماز میخوان اونجا سبزگاری میشد. در بعضی روایت میگن که هر جا که می نشست میخیست همون زیر جای نشستش سبزگاری میشد. از این خاطر وای خضر گفته. لیکن اطراف وای زنده است یا مرده این هم اختلاف های زیاد است. اکثریت رفتن که وای وفات کردگی هست.
لیکن بعضیا گفتن نه، گفتن وای وفات کردگی نیست. یعنی اهل تصوف، اهل طریقت میگن وای زنده هست. یعنی کسانی که اهل تصوف و اهل طریقت نیستن اونا میگن که خضر از دنیا گذشته است. لیکن حقیقت ان شاء الله من جمعه آینده باز وقتا شود پرتر برای شما میرسونم. السلام علیکم برادر حاجی میرزا، خواهش میکنم که با سوال من در همین جمعه جواب گردانید، برای آنکه من مهمان از راه دور هستم و امکانیتی به مسجد شما آمدن ندارم. البته وقتی من میگویم که یگان طبیب به انصاف، این طبیب به انصاف آن کسی هست که حس ملی ندارد، وای وطن دوستدار نیست، وای مسلمان دوستدار نیست. اگر این گونه دختر به وای مراجعت کند و این طبیب به وای جواب گرداند که من در پیشگاه خدا جوابگر می شوم، باید تو در این کار نادرست نمی رفتی. مرحمت این طبیب خوش به حالش که در پیشگاه خداوند هیچ وقت جوابگر نیست. لیکن برای آنکه این بعضی با به انصاف شاید که همون دختر را استفاده برم، بعد مثال همون معاملش انجام دهند، این گونهش هم وجود دارد. من یک خواب دیدم. خواب این است که من با همراه یک برادر حج رفته آمدم. آیا بعد این خواب مرا حاجی گویند درست است یا نه؟ درست نیست برادر عزیز. حج رفته انشاءالله در خوابت ایمانت کامل می شود، در پیشگاه خدا اجر و پاداش گرفتی. این خواب هم خدا نصیب هر کس نمی گرداند. لیکن تو را حاجی گویند نه، برای حاجی شدن مبلغ صرف میکنی، رفته اون احکام ارکان ها را در موسم حج اجرا میکنی، آمده با مثل این حاجی هایی که پیش فالبین میروند و عرق میخورند مثل اینها نمیشوی. این حالت در نام تو حاجی است. خب من هر یک خوابی که دمی سحر میبینم او را در بیداری میبینم. این چه بنده باشد، بنده نیکوکار است. این البته در همه انسان هم رخ نمیدهد، ولی بسیار انسان‌هایی هستند که شب خواب میبینی، روز همون خواب تا میبینی. این نشانه پاکیزگی و نشانه گویم که ایمان کامل داشتن تو را نشان میدهد. خب بعضی بنده های هستند که بر وقت به مسجد می آیند برای خواندن نماز، لیکن در مسجد تا سرشوی نماز سخن دنیا می گویند، حتی تسبیح در دست دارند. آیا این بنده ها از نماز چیز پیدا می کنند یا نمی کنند؟ البته هیچ ثواب پیدا نمی کنند. حبیب خدا می گوید سخن در مسجد نابود می کند نیکی های شما را چگونه ای که آتش هیزم را نابود می کند. و حبیب خدا در حدیث های مبارک مسجد می گوید که مسجد این برای ذکر خدا هست و قرائت قرآن است. مسجد جای پند و نصیحت است. از این خاطر وقتی که این نظام مسجد کسی که ویران کرد، اینم جنایت است و اینم در پیشگاه خدا جوابگری دارد. و ببین حتی که وقتی من خطبه میخوانم در نماز جمعه، اگر شما حتی با انگشتان میبینید یک برادر تو صحبت دارد، سخنرانی دارد، میخوای که وی خاموش درانی و انگشت در بالای لبت میگذاری، مثل که این چنین ما و شما اشاره داریم، یعنی مقصد که خاموش باش. حبیب خدا گو حتی برای تو اشاره کننده هم ثواب باقی نما. ببین اشاره کننده در ثواب نیست گفتن حبیب خدا. کجا وقتی که ما درباره شخصی که سخن دنیا در مسجد میگوید در اطراف او وقتی ما صحبت داشته باشیم؟ برای همین مسجد نظام دارد دادار عزیز، نظام مسجد را رعایت کنید تا که از ثوابهای مسجد برای شما چیزی برخوردار شوید. اون یکی از صحابه های پیغمبر ربیعه نامشم صاحب ابن یزید است، در ریاض الصالحین هم در باب مسجد میگذارد، حدیث بخاری است. میگوید باره میگوید حضرت عمر در منبر نشسته بود، دوره های خلافتش بود و من میگوید بسیار همین تا پینک میبرد، خواب میبرد. فحسبنی رجل فنظرت عمر ابن الخطاب، میگوید یک کس مرا با سنگ میزد. این صحابه پیغمبر میگوید نگاه کردم که سنگ از جانب حضرت عمر آمده ایستاده است
به من اشاره کرد که همون 2 نفری که در آخر مسجد نشستن پیش من بیار. گفت عمر بسیار خدا رحمتش کند جسور بود، بسیار با غیرت بود، ولی امروز امتای پیغمبر بسیار به غیرتین، غیرت ندارین، ترسانچه که میترسین. حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من الجبن میگفت، خدایا من از ترسانچگی و بی غیرتی به سوی تو پناه طلب میکنم. مرد باید به غیرت باشد، جسور باشد، ناترس باشد. حضرت عمر بسیار جسارت داشت. وقتی این صحابه پیغمبر میگوید رفتم اون 2 مرد به پیش حضرت عمر آوردم، به سوی من میگوید حضرت عمر بسیار به سوی این 2 مرد نگاه کرد، گفت از کجا آمدین؟ گفتن از شهر طائف آمدین. گفتن قسم به خدا مهمان هستین، طائف یک 70 یا 90 کیلومتر دورتر است. گفتن همچون مهمان هستین در مسجد رسول اکرم، و الا اگر مردم همین مدینه می شدید چنان آزارتان می دادم، چنان لط و کوبتان می کردم که آواز شما مدینه را فرا می گرفت. شما این چی نظام ویران کردن در مسجد است؟ این چی عمل است که شما در مسجد حبیب خدا به سخن دنیا مشغولید؟ السلام علیکم پیشوای عزیز، میخواهم با سوالهای من روشنی اندازید. بعضی شخصان میگویند که شکرانه گفتن جایز نیست، میگویند که شکرانه دختری شیطان است. شما در این باب چی میگویید؟ البته این دروغ است. اگر دختری شیطان شکرانه هم که نام داشته باشد، شکر گفتن ما جای گناهش نیست. اگر چندی که من ندیدم که دختری شیطان شکرانه نام داشته باشه. این بعضی نمی کتابای فارسی و بعضی نمی کتابایی که مثال گوییم کدام بیچاره نویسنده است که اساس و دلیل ندارد، اینا بسیارتر در همون کتابا هستند. برای همین این هیچ اصلی ندارد، اساسی ندارد. حتی خداوند در قرآن و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میتونید سوره ابراهیم آیت 6 نظر کنید. خدا میگوید اگر شما به سوی من شکرانه کنید من نعمت ها باز زیاد میکنم، اگر کفران نعمت کردید عذاب من دردناک است. مقصد هر نعمتی را که از من میبینید گوید شکر به سوی تو پروردگار. الله سپارش دارد که شکر گوید. از این خاطر سخن خدا ماندگی ما مثال آن هر چیزی که قولی که وجود داشته باشد اون را رد میسازیم. شاعر میگوید شکرگویی نعمتت افزون شود، ور نگویی از کفت بیرون شود. برای من همیشه با شکر باشید، شکر خدا گویید، شکر تنی صحت گویید، شکر به سوی تو پروردگار که ما مسلمان هستیم، شکر به سوی تو ای خدایی که مسجدهای کشاده دارید، شکر به سوی تو ای پروردگار که پند و نصیحت دارید. شکر کنید، این هیچ جای گناهش نیست. دادر عزیز، بعض بنده های خدا 5 وقت نماز را در مسجد میخوانند و نماز جمعه را نیز میخوانند، لیکن از مسجد بیرون میبرایند و در تنهایی رفته امام خود را غیبت میکنند. نماز این گونه بنده ها چی میشه؟ راست میگوی دادر عزیز، اینا هم در این بیماری هم در بسیاری بندگان خدا هست. از پس امام نماز میخواند، بیرون مورد غیبت و تحقیر همان پیشوا قرار میگیرد. وقتی که مثال این گونه رشک داره، این گونه شک داره، این گونه شبهه داره، دشمنی داره، از پس او نماز نخوان که نماز نیست، نماز درست نمیشود. از پس شخص نماز خوان که با او اخلاص داری، با او محبت داری، او را دوست میداری و هر جا تو حمایه میکنی. افسوس خداوند در سوره حجرات اگر گوش باشد که گوش باید بشنود این را، گفته حضرت صوفی اللیار. افسوس این گوش ها و گوش های میشنیدگی نیست، دروغ هم باور کنید. نمی سخن الحال در بین ما و شما هم غیبتچی ها زیادن. نمی گوزی گوشی تو گوشش میکند، لیکن افسوس خونی تو ویران شدگی است. گوش باید بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، در سر جاده عمل شیند. حضرت صوفی اللیار میگن افسوس که دیگر چشم های عبرتگیر و گوش های گوش میکردگی نمانده است. افسوس نیست. چند سال شد شما امر معروف گوش میکنید؟ چند سال شد؟ بغیر آن که موعظه هایی که در معرکه و دیگر میشود، فقط جمعتون حساب کنین کی اصلاح میشید؟
کی از آن چیزی که خدا در سوره حجرات ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. این الله سفارش دارد ولا یغتب بعضکم بعضا. ای بندگانی که امروز ایمانی به خدا دارید، یکدیگرتان غیبت نکنید، یکدیگر تا غیبت نکن. خدا میگوید آیا دوست می‌داری این که گوشت برادر مسلمان تا در حالی که وی جان ندارد وی مردگی از گوشت وی خوری؟ فکرهتموه، نه تو نفرت داری، تو نمیخواهی. واتقوا الله، خدا میگه پس از خدا بترس، توبه به سوی خدا کو، خدا تو را میبخشد. الله سپارش دارد غیبت نکن. غیبت کردن گوشت برادر مسلمان خوردن است. حبیب خدا را در یک حدیث خواندم، میگوید که بدترین خانه همون خانه است که گوشت زیاد میخورند. صحابه پرسیدن ای حبیب خدا، این گوشتخوری که ما داریم هر روز 2 کیلو و 3 کیلو میخوریم، خیلی گوشتخوری نبود؟ صحابه ترسیدن و شاید در ماهش یک بار یک تیکه گوشت میدیدند. گفتن حبیب خدا ما کو در یک ماه یک بار میخوریم، آیا ما نیز بدترین خانواده هستیم؟ گفت مراد از گوشت حیوان نیست، بلکه آن خاندانی که پیوسته غیبت دارد این بدترین خانه به سوی خدا هست. اونا گوشت برادر مسلمان میخورند. در هر خانه ای که غیبت زیاد شد معنای این دارد که اون خانه چه هست؟ بدترین خانه به سوی پروردگار به حساب میره. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگوید مکن غیبت اگر عقلت تمام است. اگر تو خود عاقل گیری، خود آدم با عقل گیری، غیبت نکن. مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، با عیبی کس کجا پرداز آخر. اگر تو یک بار برادر عزیز پیش از آنی که امام تو ملا امام غیبت میکنی، پیش از آنی که تو رفیق دا غیبت میکنی، پیش از آنی که تو کسی را نباشد غیبت میکنی، اول یک عملهای خود سنجیده بگیر، یک تاریخ حیات خود ورق بزن. تو خودت کی هستی؟ خودت چقدر کم بودی ها داری؟ از این خاطر غیبت حرام است برادر عزیز و گرامی. یکی از دوستای خدا حکایت میکند که در صحبت یار و رفیقای خود نشسته بودم. یار و رفیقان من بسیار غیبت کردن، من پیش راه اونها را نگرفتم. ولی پیش راه غیبت چی را هم اگر نگیره، ما نیز در غیبت شریک هستیم، ما نیز در گناه وی شریک هستیم. میگوید شب در خوابم یک مرد خیلی میگوید سیاه هیبت به سوی من امر کرد. پیش سینه‌اش میگوید پر از گوشت خوک بود. پیش من گذاشت و گفت این گوشت خوک را تناول کن. گفتم ای بنده خدا، آخر گوشت خوک است، من مسلمانم، گوشت خوک خدا برای مسلمان ها حرام گفته است. گوشت برادر مسلمان که از این هزارها مراتبه دیده حرامتر است و یک خوردید، این چی است؟ این خورید. گفته مثلا روز شما اینقدر غیبت کردید، گوشت یک برادر مسلمان تا خوردید، پس گوشت خوک در برابر این گوشت برادر مسلمان در حرام بودن چند مرتبه پستر است. این دوست خدا میگوید والله که میگوید وقتی از خواب بیدار شدم همون تیکه گوشت خوک در دهانم بود. میگوید دوستاش حکایت میکند که 40 روز دهان این دوست خدا میگوید بوی گوشت خوک میکرد. ما پروا نداریم، غیبت میکنیم، نمیترسیم. حرام کرده خدا در نزدیک میشویم. امام حسین هم خدا رحمت کند، نبیره حبیب خدا، وقتی آمدن خبرش دادن که امام حسین در فلان خاندان تو را غیبت کردن، امام حسین میگوید من که آدم فقیر بودم، پیشی برم میگوید یک چند کیلو خرما را گرفتم و به خانه وی رفتم، در را تک تک کردم. گفتم وقتی برآمد مرا دید، گفت ای دوست خدا، گفت یگان خدمت داری؟ گفتم شنیدم که امروز مرا غیبت کردی، از بس که مالی زیاد ندارم، قوتم به همین قدر خرما رسید، همین برای شما دادم در عوض همون حسنات هایی که خدا در من از جانب تو نویساند. مقصد چی قدری که یک آدم غیبت کردی، همون مقدار حسنات تو را خدا میگیرد در نامه اعمال همون بیچاره که در غایب است، درک ندارد، در نامه اعمال او حسنات می نویسد و گناه های او را گرفته در نامه اعمال شما می نویسد.
بس کنید برادرای عزیز و گرامی، غیبت نکنید، غیبت حرام است. محمد چراغی دل اولیاست، امامی رسول و خاتمی انبیاست. منور کند دین اسلام را، مسخر کند 7 اقلیم را. امور شریعت منور کند، بنای زلالت محقر کند. ز مشرق به مغرب رسد آگهی، که آمد محمد به شاهنشهی. هزاران درود هزاران سلام، ز ما بر محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. هزارها شکر به سوی درگاه پروردگار که ما و شما را امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گردانید. شاعر میگوید انبیا در کنه او حیران شدند. این 124,000 پیغمبری که با بعض عقاید از نزد خداوند به پیغمبری مبعوث شدند، وقتی که محمد پیغمبر شد انبیا در کنه او حیران شدند. همه حیرت افتاد، این چگونه شخصیت است، این چگونه بنده است، این چگونه پیغمبر است که ای را خدای مهربان حبیب خود خواند. انبیا در کنه او حیران شدند، سرشناسان نیز سرگردان شدند. همه سرگردان شد. این چی سیر بود که خدای مهربان 1400 سال پیش در روی عالم فاشش گردانید؟ پیغمبر ما و شما میگوید مثلی و مثل الانبیا کمثل رجل. مثالی من گفته از پیغمبر و مثال تمام پیغمبرهایی که پیش از من آمدن از حضرت آدم سر کرده به منزله یک مرد هست. بندارن فاتمها و اکملها الا موضع لبینة. پیغمبر گفته است مثال من و مثال تمام پیغمبرها به منزله یک مرد هست که یک خانه را بنا میکند. فاتمها و اکملها، تمام میکند خانه را، بیناش انجام مییابد، همه زیب و صورت و نقشه خانه پیدا میشود. الا موضع لبینة، مگر در همین قصر بنیاد کرده این مرد یک جای خالگی غیشت باقی هست. فجعل الناس يدخلونها و یتعجبون منها. پیغمبر گفت وقتی این خانه را این مرد بنیاد کرد، دیگر مردها برای تماشای خانه این مرد رفتند، داخل او را تماشا کردند، ظاهر او را تماشا کردند، در تعجب افتادند. فیقولون لولا موضع لبینه، و همه گفتند چه خانه زیبایی هست، مگر همین یک جای خالگی غیشت. اگر غیشت گذاشته شود در این خانه دیگر هیچ گپی نیست، بهترین خانه هست. پیغمبر گفتند انا موضع لبینة جئت فختمت الانبیا. انا همون جای خالگی غیشت گفت من هستم، آمدم تا که تمام پیغمبرها را مکمل بسازم. مکمل ساختن همه پیغمبرها گفت. پیغمبر ما و شما گفت این آمدن من شد. خوش به حال همه ما و شما، خوش به حال تمام پیروان محمد که در روی دنیا زندگی میکنند. خوش به حالشان. چنان پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چنان پیغمبری که دیلمی از ابن عباس روایت میکند که این حدیث در موضوعات علی قاری هست. اگرچه موضوعات علی قاری است لیکن حدیث موضوع نیست. دیلمی میگوید ابن عباس بر من خبر داد،
یعنی روایت از ابن عباس است که پیغمبر خدا گفت اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باشد باز زیاد میکند لولاک ما خلقت الدنیا. ای محمد گفته است جبرائیل خدا پیغام داد که اگر تو در اراده من آفرینیش تو نمیشد، اگر در نقشه من پیدا کردن تو نمیشد ای محمد ما جنت نمی آفریدیم. ای محمد اگر تو در اراده ما نمیشدی ما دوزخ هم نمی آفریدیم، حتی دنیا را هم برپا نمی کردیم. همه اینها در طفیل نور تو به دنیا آمدن. الحمدلله که ما و شما روز یکشنبه جشن این پیغمبر خدا را در این مسجد جشن گرفتیم و انشاءالله چه ثوابهای زیاد را ما و شما نائل شدیم و روح پیغمبر خدا را از خودمان راضی گردانیدیم. و مقصد ما در باب حق زنها بالای شوهرها بود که زن در اسلام چه حق دارد. تا وقتی که پیغمبر خدا آمد حقهای زنها چگونه بود، یعنی دوره جاهلیت زنها چه قدر داشتند، چه قیمت داشتند. خواستم در این موضوع با شما صحبت انجام دهم، زیرا که بی نهایت سوالهای زیاد شکایت از زنها هست و از من طلب کردند که در این بابی حقهای زنها بالای شوهرها و حقهای شوهرها بالای زنها با ما صحبت کن. لیکن از بس که یک چند برادر ما از ما طلب کردند که در باب فضیلت امر معروف و نهی از منکر چی ثواب دارد و بسیار هم ضرور برای آنها بردن این کسیت بوده است، من خواستم که این صحبت امروزه را در این باب امر معروف و نهی از منکر آغاز کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. این آیت‌های مبارکه که خواندم از سوره مبارکه آل عمران است، آیت 104. این خداوند می‌فرماید ای بندگانی که من شما را خلق کردم، ای بندگانی که در روی دنیا زندگی دارید. خدا میگوید باید که در بین شما یک گروه شخصان باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. در روی دنیا برادرای عزیز هم کار خیر است هم کار بد است. با کار خیرش شما بی نهایت مکافات عالی از نزد خدا میگیرید، لکن به سبب کردن کار بد شما در عذاب خدا گرفتار میشوید. خدا میگوید مردم را باید شخصان در بین شما وجود داشته باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در بین شما مردمان باشند که دیگر مردم را امر معروف و نهی از منکر کنند. پیش از آنی که من دوام آیت به شما تحلیل کنم،
ناگفته نماند که امر معروف و نهی از منکر چی معنا دارد، زیرا که برای بعض اشخاص مردم وقتی میشنوند که در فلان معرکه امر معروف شده است، برای آنها چی گران است، چی یک واقعه هست، چی یک حادثه ناخوشی هست که فلان معرکه با امر معروف انجام یافت، حالان که امر معروف در خاندان تمام مسلمان از زبان تمام مسلمان صادر شده ایستاده است. امر معروف، امر با خیر، دعوت به خیر، این امر معروف میگویند. برادر نماز بخوان، امر معروف. برادر به آزار مردم کوشش نکن، امر معروف. برادر عزیز، پدر و مادرت احترام کن، امر معروف. برادر عزیز، زبانت از غیبت نگه بدار، امر معروف. از قد راه یک سنگ را بیرا کن، امر معروف. این است امر معروف. نهی منکر از آن چیزی که خدای تو برای تو حرام گردانیده است، برادر عزیز باز ایست، این نهی منکر. هیچی واهمه ندارد، یگان دهشت نیست. برای جامعه آباد شدن امر معروف و نهی از منکر حتمی و ضروری است. این مردمی که امروز چقدر ملایم هستند، چقدر حلیم هستند، چقدر احترام یکدیگر میکنند، همه این با شرافت امر معروف و نهی منکر است. و الا اگر امر معروف و نهی از منکر در بین ما و شما نباشد، خدا داناست، باور کنین سیرت ما و سیرت حیوان برابر است. خدا در دوام آیت چی میگه؟ اولئک هم المفلحون. آن کسانی که دست با امر معروف میزنند، دست با نهی منکر میزنند، آگاه باشین این مردم که اینها در نزد من نجات یافتگی هستند، اینها نجات یافته هستند، با اینها عذاب دوزخ حرام گردانیده شده است. آن کسانی که زبان امر معروف دارند و نهی از منکر دارند. پیغمبر خدا که راوی این حدیث حضرت حذیفه است میگوید والذی نفس محمد بیدی، قسم به خدا میگوید پیغمبر، لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم، رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند، قسم به خدا گفتند، ای امت مسلمان، شما امر معروف و نهی از منکر را در بینتان زنده نگه بدارید. اگر در بین شما امر معروف و نهی از منکر نباشد، قسم به عظمتی خدا که گفت بالای شما عذاب خدا میریزد. بعد از آن شما دست میبردارین، خدایا این عذاب از این دیار ما، از کوچه ما، از خانه ما بردار، فلا یستجاب لکم. پیغمبر گفت دیگر خدا دعای شما را قبول نمیکنه. از این خاطر گفتم پیغمبر دائم پیوسته با امر معروف و نهی از منکر باشه. حدیث ابو هریره هست، میگوید پیغمبر خدا گفتند اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها حیبت الاسلام. اگر امت من، ما و شما را در نظر دارد پیغمبر، اگر امت من دوست دارنده دنیا شوند، اگر امت من در محبت دنیا غرق شوند، اگر امت من همین دنیایی که همگی برای اینها 50 سال یا 60 سال مهلت دادگی است، در همین دنیا اگر عاشق شوند، نزعت منها حیبت الاسلام، از دل این امت حیبت اسلام دور می شود. در دوام چی گفتم پیغمبر؟ و اذا تصابت امتی سقطت من عین الله. اگر امت من زبانش آلوده دشنام شود، وای به حال دشنام کننده، تو بدبخت هستی ای کسی که زبان تو به دشنام آموخته است، آشنا هست.
پیغمبر گفتند کسی اگر از امتی من زبانش دشنام دارد سقطت من عین الله، وای از رحمت خدا افتیدگی است، وای از رحمت خدا ناامید باشد. در آخر گفتند و اذا ترکت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی. اگر در جامعه که در شهری که در جمهوری که امر معروف نباشد، پیغمبر گفتند شما دیگر فهم قرآن در نمی روید، شما فهم حدیث ندارین، از سرزمین شما برکت قرآن خدا می بردارد. اگر در جامعه که امر معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد، همه این برکات، همه این پیشرفت جمهوری ما و شما، همه